روز جمعه 28 ایون در انتخابات پرزیدنتی ایران 6 نامزد سبقت خواهند کرد. شورای نگهبان ایران که انتخابات و قانونگذاری را نظارت میکند، بعد از مرگ ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در پی سقوط چرخبال در ماه می امسال از میان دهها داوطلب فقط 6 نامزد را برای شرکت در انتخابات تصدیق کرد. تلویزیون دولتی میگوید در این رویخد محمد باقر قالیباف رئیس تندروی پارلمان و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سعید جلیلی محافظه‌کار که سابق مذاکره کننده هسته‌ای بود و 4 سال دفتر رهبر عالی آیت الله علی خامنه‌ای را اداره میکرد و علیرضا زاکانی شهردار محافظه‌کار تهران قرار دارند. در میان نامزدها مسعود پزشکیان وکیل اصلاحات‌خواه، مصطفی پورمحمدی یک سیاستمدار و سابق وزیر امور داخلی و امیر حسین غازیزاده هاشمی سیاستمدار محافظه‌کار نیز هستند. در بحث روز دوشنبه تمرکز به کاهش اقتصاد ایران بود و نامزدها در زمینه تحریم‌های غرب و تورم دیدگاه‌های خود را برای رشد بیان کردند. انتخابات زودرس در ایران باید روز 28 ایون برگزار شود. حالا صلاحیت‌های ریاست جمهوری را در ایران محمد مخبر معاون ابراهیم رئیسی بر دوش دارد.